سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع ویدیو امروزمون در مورد دردی که میکروبلیدینگ و فیبروز ابرو روی صورت ایجاد میکنه انتخاب شده و میخوام اطلاعاتی رو در مورد درد فیبروز و میکروبلیدینگ که برای چه افراد غیر قابل تحمله و چه افرادی اصلا نباید میکرو انجام بدن و حتی چه کارهایی انجام بدیم که فیبروز بدون دردی داشته باشیم. اول از همه باید توی جلسه مشاوره از مشتری بیماری‌ها و حساسیت‌هایی که داره رو بپرسیم تا با اطلاعات کامل شروع به کار کنیم. بعضی بیماری‌ها مثل فشار خون بالا، کمخونی، تیروئید و دیابت باعث میشه کمی درد بیشتری رو حس کنند. فشار خون بالا ممکنه باعث خونریزی بیشتر هم بشه. ولی همه نوع بیماری‌ها ممکنه در افراد مختلف متفاوت باشه و میتونن توی بی‌حس کردن پوست توسط بی‌حسی‌ها تاثیرگذار باشن. اما این نکته رو بدونید که هر فردی با هر بیماری رو تقریبا میشه میکروبلیدینگ فیبروز زد، به جز افرادی که بیماری کلوئید دارن، چون این بیماری رد هر شکاف فیبروز رو گوشت اضافه‌ای به نام اسکار ایجاد میکنه و ابرو شکل بدی به خودش میگیره. پس اصلا نباید برای این افراد میکروبلیدینگ انجام داد. روش تشخیص این بیماری هم اگر هیچ زخمی روی پوستشون نبود میتونید ازشون بخواید پشت گوششون رو لمس کنن و اگر رد گوشواره گوشت اضافه آورده بود یعنی احتمال اینکه به این بیماری مبتلا باشن زیاده. اگر بیماری ها رو به خوبی بشناسید و اطلاعات کافی از زیباشو داشته باشید راحت تر میتونید کارتون رو انجام بدید و مشاوره بهتری میتونید بهشون بدید. مثلا برای افراد دیابتی که زخم کمی دیرتر ترمیم میشه باید حتما توی جلسه مشاوره بهشون بگید که روند ترمیم پوست برای شما نسبت به بقیه افراد متفاوته و پوستریزی و برگشت رنگ بیشتر از 28 روز زمان میبره و باید صبور باشید. همینطور جلسه ترمیمشون هم ممکنه طولانی تر و بین 1 تا 2 ماه زمان ببره. البته توی افراد دیابتی هم روند ترمیم پوست متفاوته و بیشتر افراد بعد 1 ماه میتونن جلسه ترمیم فیبروز ابروشون رو انجام بدن. ولی وقتی اطلاعات درست به زیباجو بدید بعد از چند روز نگران ریزش رنگ ابروهاشون نمیشن و با خیال راحت از کار شما صبر میکنن. یکی دیگه از بیماری هایی که با کار میکروبلیدینگ فیبروز، هاشور و کلاً تتو در ارتباطه و بیشتر افراد نمیدونن به این بیماری مبتلا هستن تیروئیده. دوستان بیماری تیروئید باعث رنگ نگرفتن پوست و بدرنگی فیبروز هم میشه. پس اگر تمام مراحل کارتون رو به درستی انجام میدید اما حین کار میبینید استروکای فیبروز رنگ نمیگیره بدونید مشکل تنها از کار شما نیست و میتونه از بیماری های بدن زیباجو هم باشه. برای این افراد میتونید تکرار روی خطوط رو بیشتر انجام بدید و تعداد جلسات ترمیم رو هم افزایش بدید. همینطور از خنثی کننده های درست هم توی ترکیب رنگتون حتما استفاده کنید. پس یکی از علتهای درد فیبروز بیماری هاست. یکی دیگه از علتها پوست مشتریه. بعضی پوست‌ها به خاطر اینکه رگ‌های خونی و عصبی خیلی نزدیک به سطح پوسته، آستانه تحمل دردشون خیلی پایینه و نمیتونن حتی کمی فشار دست با سوزن روی پوست رو تحمل کنن. چون این افراد رگ‌های خونی نزدیک به پوست هم دارن، ممکنه خونریزی بیشتری هم نسبت به بقیه داشته باشن. برای این مشتری‌ها که اول از همه از درد میپرسن و اطلاعاتی از قبل میدن و میگن من تحمل حتی موچین رو هم ندارم باید با فشار دست خیلی کم کار واسهشون انجام بدیم. اگر تا اینجای ویدیو واسهتون مفید بوده ممنون میشم لایک و کامنت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید.
یکی دیگه از دلایل مهم درد فیبروز ابرو استفاده اشتباه از بی‌حسی است. نحوه صحیح استفاده از بی‌حسی‌ها و اینکه از چه بی‌حسی قبل و بعد کار استفاده میکنم رو توی ویدیو جداگانه توضیح دادم و بالا میذارم واسهتون. فقط این نکته رو بدونید که اگر بی‌حسی‌ها رو توی زمان درست خودش استفاده نکنید، نه تنها مشتری درد بیشتری رو باید تحمل کنه، بلکه ممکنه باعث رنگ نگرفتن خطوط میکروبلیدینگ و بدرنگی هم بشه. یک علت دیگه درد میکروبلیدینگ فیبروز فشار دست زیاده. اینو بدونید که فشار دست بالا توی کار میکروبلیدینگ ابرو باعث میشه ظرافت کارتون رو نابود کنه و به تتو تبدیل بشه. وقتی با فشار دست بالا فیبروز انجام میدید، باعث میشه رنگ رو به لایه‌های پایینی اپیدرم ببرید و به جای فیبروز ظریف و مویی به یک تتوی بدرنگ با ماندگاری چندین ساله تبدیل کنید. چون همونطور که میدونید میکروبلیدینگ فیبروز یک روش نچرال و طبیعیه که بعد از 2 سال باید کم رنگ بشه تا زیباجو اگر خواست تغییری توی ابروهاش بده با ابروهای قجری و ماندگاری بالا روبرو نشه. این زیباجوی عزیز تحمل درد رو زیاد ندارن، به همین خاطر استروک‌های اصلی رو میزنم تا جایی که نتونن تحمل کنن، بعدم مکس رنگ. این زیباجوی عزیز تحمل درد رو زیاد ندارن، به همین خاطر استروک‌های اصلی رو میزنم تا جایی که نتونن تحمل کنن و بعد هم مکس رنگ. درد میکروبلیدینگ ابرو خیلی سطحی و کمه و بیشتر افراد فقط کمی سوزش دارن و دردی ندارن. ولی بعد از اینکه تموم بشه دیگه هیچ دردی رو احساس نمی کنید، مگر اینکه مراقبت‌های بعد از فیبروز رو به خوبی انجام ندید و باعث خشکی پوست یا عفونت بشه که درد حس بشه. یکی دیگه از علتهای درد فیبروز تغییرات هورمونی بدن زیباجوست. معمولا در دوران پریودی، بارداری، شیردهی، هورمون‌های بدن به هم ریخته است و اگر زیباجو تحمل درد پایینی هم داشته باشه، نباید تو این دوران فیبروز انجام بدید. از اشتباهات بزرگ فیبروز آرتیستای تازه کار اینه که قبل از انجام میکروبلیدینگ فیبروز به زیباجو اطلاع نمیدن که از 12 الی 24 ساعت قبل نباید از کافئین، الکل، قرص و داروهای مورفین دار استفاده کنن، چون تو بی‌حس کردن پوست تاثیر زیادی داره و مجبور میشید زیادی بی‌حسی استفاده کنید. از داروهایی که خیلی زیاد برای کار فیبروز و تتو میتونه مشکل زا باشه، قرصای اعصابه. این دارو روی رنگ پذیری پوست تاثیر منفی میذاره و اجازه نمیده فیبروز، هاشور یا خط چشم و خط لب به درستی رنگ بگیره و پوست هم بی‌حس نمیشه.
حتی بعضی افراد با استفاده کردن قرص‌های اعصاب دیده شده که روند ترمیم پوستی که تتو زدن هم کندتر از بقیه افراد بوده. بهتره اگر میتونید از چند روز قبل تا چند روز بعد موقتا یا با مشورت با پزشکشون داروها رو قطع کنن.